هم امروز اومدم با یه تقسیم بندی اقتصادی موها رو به این شکل به 6 قسمت تقسیم میکنیم. ردیف اول اوریب جدا میکنیم، 3 تا شلال برمیداریم، موادمون رو میزنیم و میبندیم. دقت کنید همه فویلا رو سمت دیگه هم ببندیم. ردیف بعد 3 تا شلال پهن میگیریم، پوش ریز میدیم، پوشمون رو تمیز میکنیم و روی فویل میذاریم و مواد گذاری و بسته بندی. ردیف بعدی 4 تا شلال پهن میگیریم، پوش میدیم، روی فویل میذاریم، مواد زنی و فویل رو میبندیم. ردیف وسطی خط صاف، مو رو کامل داخل فویل میذاریم و میبندیم. ردیف بعد شلالای درشت، ردیفمون پهنه، یه پوش سبک، مواد گذاری. ردیف بعدی زیگزاگ درشت و پهن، مواد گذاری و بسته بندی. ردیف بعدی شلال، پوش و موادی. بغل گوشت شلال تا 2 ابرو قفل میکنیم. ردیف چتری و 2 تا فویل میگیریم، حتما قفل فویل رو بزن سر. ردیف بعد شلال، پوش عمیق، مواد گذاری، بسته بندی فویل. اگه جایی نیاز بود فویل اضافه بگیریم هم شلال میگیریم. اینم نتیجه کار. باورشون نمیشه این کار فقط با 20 تا فویل انجام شده. کل سر رو گرفتیم. به این قشنگی و تمیزی همه جا کاور شد. شما هم دوستش داشتین؟